بینندگان ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی که شما را با رویدادهای تاجیکستان و منطقه شناس می‌کند. این برنامه از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ تقدیم شما می شود. امروز پنجشنبه 13 اوگوست است و حالا موضوع اساسی نشر. منعقدان منع دعاخوانی را پایمال شدنی حقوق انسان مینامند. مقامات دینی تاجیکستان میگویند هدف از تنظیم دعاخوانی پیشگیری از فعالیت افراد بی‌صلاحیت و عوام فریب است. حالت‌های زیادی مشغول شدن به فعالیت‌های فالبینی، سحرگری، جادوگری با بهانه دعاخوانی در جامعه ما به نظر می‌رسد. اتحاد اروپا در گزارش تازه خود گفته است وضع مراعات حقوق مردم در تاجیکستان در سال 2025 همچنان سخت و دشوار باقی ماند. 2025 نگرانی‌ها از حمایت حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از جمله زنان و پناهندگان از بین نرفت. مقامدار سابق افغانستان میگوید هیچ کس انتظار نداشت که طالبان چنین با سرعت سر قدرت برمیگردند. 5 سال پیش در این روزها کابل به دست گروه تندروی طالبان گذشت. شاید 6 ماه، شاید 1 سال، 1 نیم سال طول بکشد تا طالبان مسلط بشن بر کابل و کابل بگیرند. در تاجیکستان کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم ها ترتیب نو دعاخوانی را معین کرده است. بر اساس ترتیبات نو چنین کار را نه دلخواه روحانی بلکه شخصی انجام داده می تواند که عضو شورای علما، سرخطیب، امام خطیب، امام مسجد 5 وقته، معاون او و یا مؤذن می باشد. در تاجیکستان که بیش از 90% اهالیش مسلمان است، گاهی برای طبابت، دوری از چشم بد یا جن براری دعا می‌خوانند. اینچنین مراسم دعاخوانی زنان و کودکان به حضور شخصان محرم آنها یعنی مردان خانواده و مثل پدر و برادر و شوهر منع کرده شده است. در یک تماس از افشین مقیم سخنگوی کمیته دین خواستیم این قرار را شرح دهد. باید مراسم دینی دعاخوانی در دایره طلبات قانونگذاری کشور و بدون هیچ گونه سوء استفاده از باور و اعتقادات دینی مردم صورت بگیرد. متاسفانه سالهای اخیر ما شاهد آن بودیم که از جانب مقامات قدرتی کشور حالتهای زیادی مشغول شدن به فعالیت‌های فالبینی، سحرگری، جادوگری با بهانه دعاخوانی در جامعه ما به نظر می‌رسد. به همین خاطر به خاطر تامین احتیاجات دینی مردم، اینچنین به خاطر پیشگیری از سوء استفاده گردیدن اعتقادات مردم، کمیته تصمیم گرفت که ترتیب برگزاری مراسم دینی دعاخوانی را به تصویب رساند. عین زمان یک فعال مخالفین الهام جان یعقوبوف به این نظر است که چنین دستورها مخالف با آزادی‌های انسان و شیوه برپا کردن مراسم‌های دینی میباشد. این 100% نقض سرقانونی جمهوری تاجیکستان، نقض یا پایمالشوی حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان است و نباید این قرارها ضد سرقانون یا ضد پایمالشوی حقوق انسان برآورده میشد. اما غیر از این نقض خود شریعت اسلامی است و شریعت همیشه تبلیغ به دعا کردن، تبلیغ به عبادت مردم است و دعا نیز مغز عبادت است. مغز عبادت است و هر کس حق دارد که دعا کند در سر دسترخوان برای فرزند خود، پدر یا مادر خود را، حتی آن گذشتگان خودش را که همیشه مردم و ملت تاجیک دعا میکند، نباید این حق را و این اعتقادات و این باور را از مردم بگیرند. این صحبت‌ها در حال است که رسانه‌های روسیه وقت اخیر گزارش می‌دهند که بسیاری از روحانیان غیر رسمی و فالبین‌های تاجیکستان بعد در این کشور منع شدن فعالیت آنها به روسیه رفته کاری خود را از آنجا توسط اینترنت ادامه می‌دهند. از افشین مقیم خواستم که نظرش را در این باره هم بگوید. چنین فعالیت‌های غیر رسمی هر لحظه می‌تواند که باز هم حالت‌های سوء استفاده از باورهای مردم را به میان آورد و یکی از مشکلات دیگری به طور آنلاینی به راه ماندن فعالیت دعاخوانی در آن است که این میتواند از دیدگاه فقهی پیش از همه مشکل داشته باشد، مثل آن که نکاحی که توسط آنلاین یا تلفن از دیدگاه شرعی به اعتبار دانسته می شود، دعاخوانی هم میتواند از این دیدگاه مشکل داشته باشد.
و ایلهامجان یعقوبوف در این مورد پیشنهاد دیگر دارد. بهتر این است که طبق باوری مردم و اعتقاد مردم که اصلا اکثریت مردم به همین جادوگرها یا فالبینها باور ندارند، برعکس طبق حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و طبق آیات های قرآنی آن را به کار برند و مردم و ملت تاجیک را بیدار کنند که به همین گونه جادوگر و فالبین اینها باور نکنند. اگر سر گپ در باره جادوگر و فالبین ها باشد که آنها میخواهند که به همین نمود عملهایی که بعضی نفرها دست میزنند به ترتیبات وارد کنند. سپاس. افشین مقیم سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان و یک فعال مخالفان ایلهامجان یعقوبوف نظر خود را به ترتیب نوی دعاخوانی بیان کردند. بینندگان ارجمند، شما به این موضوع ها چی نظر دارید؟ فکر و اندیشه های خود را زیر این برنامه ویدیویی نویسید. اتحاد اروپا در گزارش تازه خود درباره حقوق انسان و دموکراسی در جهان گفته است که وضع مراعات حقوق مردم در تاجیکستان در سال 2025 همچنان سخت و دشوار باقی ماند. در این گزارش که روز 11 اوگوست نشر شد آمده است ناظران بین المللی محدودیتی را ثبت کردند که به امنیت خبرنگاران، آزادی بیان و آزادی گردی همایی ها اثری منفی می‌گذاشت. همکارم طاهری سفر این گزارش را خلاصه کرد و در صحبت پیش از برنامه از او جزئیات آن را پرسیدم. بله خیرامان، اتحاد اروپا در این گزارش بیشتر به وضع آزادی بیان و حقوق مدنی در تاجیکستان تمرکز کرده و از جمله گفته است که سال 2025 نگرانی ها از حمایت حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله زنان و پناهندگان از بین نرفت و فضا برای فعالیت جامعه مدنی و دسترسی به اطلاعات مهم برای جامعه در تاجیکستان محدود بود. رسانه‌های مستقل همچنان مشکلات زیاد داشتند. خبرنگاران و مدافعان حقوق انسان هم با اتهامات گوناگون پس پنجره رفتند یا در زندان ها ماندند. اتحاد اروپا از جمله سرنوشت 7 خبرنگار و بلاگر تاجیک را ذکر کرده است که با اتهامات گوناگون زندانی شدند، از جمله دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، رخشان حکیمه و ذوقبک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده. البته دو نفری آنها از جمله ذوقبک و عبدالستار بر اساس قانون عفو امسال رها شدند و ممکن است عبدالله غربتی هم تا چند وقت دیگر بنا به گزارش‌ها به نزد عزیزانش برگردد. اتحاد اروپا با تکیه بر بیانیه‌های سازمان‌های حامی حقوق میگوید این افراد برای انعکاس اعتراض‌ها و نوشتن مطالب تنقیدی زندانی شدند. به ادعای مقامات انتظامی تاجیکستان هیچ یک از این خبرنگاران و فعالان مدنی به قول آنها بیگناه نبودند و برای جنایت از جمله افراطگرایی زندانی شدند. خود خبرنگاران میگفتند که هیچ کاری غیر قانونی یا خطا و یا گناه هم نکردند. و سوال دیگر از همکارم این بود که گاه اتحاد اروپا هم برای بی‌اعتنایی به وضع حقوق انسان در تاجیکستان تنقید می شود. مؤلفان گزارش آیا در این باره چیزی گفته‌اند؟ اتحاد اروپا گفته است که سال 2025 تحولات حقوق انسان در تاجیکستان را از نزدیک زیر نظر داشت و وارد گفتگوهای سیاسی با مقامات رسمی شد. حوزه‌های اصلی تمرکز اتحاد اروپا در مکالمه‌ها با تاجیکستان اجرای استراتژی ملی حمایت از حقوق انسان تا سال 2038 به ویژه در زمینه آزادی بیان، حمایت از جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر و همچنین برابری جنسی، حقوق زن، دسترسی به عدالت و همین گونه جوانان بوده است. گفتگوی سالانه حقوق بشر اتحاد اروپا و تاجیکستان روز 17 اکتبر سال 2025 در شهر بروسل برگزار شده بود. در این نشست موضوعهای مورد بحث حقوق زنان، محوی تبعیض، پیشگیری از شکنجه و اصلاحات در امور زندان‌ها، آزادی بیان و فضای مدنی و همچنین وضعیت اقلیت‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان بود. اتحاد اروپا که یکی از سرمایه‌گذاران اصلاحات اقتصادی و سیاسی در تاجیکستان است گفته است که برای بهتر کردن وضع حقوق انسان و تحکیم ارکان دموکراتیک و رشد جامعه مدنی در ظرف کمتر از 5 سال برای تاجیکستان تقریباً 12 میلیون یورو جدا کرده است. در انتقاد حکومت تاجیکستان برای بی‌اعتنایی به حقوق انسان، اتحاد اروپا تنها نیست و سازمان‌های زیادی دیگری حقوق انسان و کشورهای دیگر نیز حکومت را برای محدود کردن حقوق مردم در چند سال گذشته سخت تنقید می‌کنند. یک بررسی دیگری مهمی اوضاع حقوق انسان در تاجیکستان ماه نوامبر در پیش است و در سازمان ملل. تشکر همکارم طاهری سفر گزارش نوی اتحاد اروپا را خلاصه کرد که درباره وضع حقوق انسان در تاجیکستان میگوید. شکل مفصل خلاصه های گزارش اتحاد اروپا را از سامانه رادیوی آزادی بخوانید. آزادی.org.
5 سال پیش این روزها نگاه‌های پر اضطراب و نگران کننده بسیاری‌ها به سوی افغانستان روانه شده بود. 15 اوگوست با بازگشت گروه تندرو طالبان به سر قدرت در این کشور همسایه تاجیکستان بسیار چیز یک بار دیگر شد. حیات جامعه که دوام 20 سال شاهد پیشرفت‌های معینه مثل تحصیل و کار دختران و زنان بود، با دیوار سنگین مانع و محدودیت و جزاها بسته گردید. یکی از سابق کارمندان بلندپایه حکومت افغانستان که وضع کشور را از داخل خیلی خوب می‌داند، این روزهای پرآشوب سال 2021 با یک هیئت منصبداران وقت به پاکستان رفته بود. لطیف پیدرام میگوید این هیئت باید با مقامات اسلام آباد از جمله سرنوشت دو ولایت بامیان و بدخشان را که زیر نظر طالبان نبودند بررسی میکرد. جزئیات این گفتگوها یکی از موضوعهای صحبت همکارانم ارشاد سلیمانی و امیر اسایف با لطیف پیدرام در دوشنبه بود و آن را با هم میبینیم. بحث ما با رهبران پاکستان شامل رئیس ISI، رئیس ارتش و نخست وزیر و رئیس جمهور و وزیر خارجه این بود جمع ما که حداقل این دو تا ولایت از طریق تفاهم حل بشه. اگر ما بتوانیم گفتگو بکنیم که یه راه حل مناسب برسیم. پاکستانی ها گفتن که اول بر اینطور بود بحثشان که خیلی خوب است ما گپ میزنیم با طالبان، اگر بشود شما بر بگردیم به کابل و با طالبان گفتگو بکنید که یک راه حل منطقی تر بتونیم پیدا بکنیم. اما روز دوم کاملا موضوعشان تغییر کرده بود. روز دوم آقای باجوا رئیس ارتش گفتن که ما با طالبان در تماس هستیم ولی الان طالبان نمیپذیرن که شما با اینا گفتگو بکنین. حالا قدرت در اختیارشان است و طبیعتا این طالبای 4 روز پیش نیستن. بعد باجوا گفت که ما فکر نمی‌کردیم واقعا که به این سرعت کابل سقوط بکنه. حداقل نظر ما و آمریکایی ها این بود که شاید 6 ماه، شاید 1 سال، 1.5 سال طول بکشد تا طالبان مسلط بشن بر کابل و کابل بگیرن. در هر صورت سرمایه گذاری کلانی شد روی نیروهای مسلح افغانستان. بعد یک ارتش عظیمی بود. گفته میشد که تا 350 هزار خب ارتش است. خب یعنی ارتشی که با سلاح‌های پیشرفته مسلح بود. بعد در برابر طالبان چطور شد که ببینید ارتش که حالا میفرمایید 35 هزار از نیروهای مسلحی که اینا گفتن ما مثلا در قندهار داریم، در جنوب داریم، در هلمند داریم، اینا عملا وجود نداشتن. یعنی یک آماری وجود داشت از ارتش افغانستان که مثلا میفرمایید 350 هزار و 400 هزار نفر که واقعا در این حد نبود. یعنی آمار زیاد نشان میدادن، مثلا 50 هزار 60 هزار اضافه برای اینکه پول اینا رو بگیرن در جیب خودشان بزنن. اینا حضور نداشتن، مثلا 25 تا 25 هزار مکتبی که واقعا عملا وجود نداشت. تحولات اخیری بدخشان و جاهای دیگر یکی از کارهایی که طالبان با بسیار می‌نازیدن، یعنی میگفتن که ما با جنگ و خونریزی های کلان پایان دادیم و امنیت آوردیم. حالی امنیت طالبان از نگاه شما در خطر افتاده است؟ الان حوادثی که در بدخشان ایجاد شد یک در واقع اخطار بود برای طالبان که نمیتواند این گونه ادامه بدیم و یک نارضایتی سراسری در کل کشور نسبت به طالبان البته وجود داره، به خصوص مسئله زنان، تحصیل، کار، اشتغال و فقر که خب مردم گرفتارش هستن و بدون شک الان خودشان متوجه هستن که دارن با حرکت‌های خود به خودی مردم مواجه میشن. اگه سازمانی یافته هم نباشه ولی این خشم دیگه داره نگاه میکنین در بدخشان، در خیلی ولایات که در برابر طالبان داره زبانه میکشه و اینا متوجه شدن که اینطوری نمیتونن حکومت بکنن. به خصوص بدخشان در واقع یک اختیار بود خیلی مهم بود، حوادثش فوق العاده بود. بینندگان ارجمند، شکل پره این مصاحبه و دیگر مطالب وابسته به 5 سالگی سر قدرت برگشتن طالبان را در افغانستان از همین کانال آزادی ویدیو و هم سامانه رادیوی آزادی پیگیری کنید. و بینندگان ارجمند، در همینجا 15 دقیقه برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. خبرهای بیشتر را در دوام روز از سامانه ما بخوانید azadi.org. خبر و گزارش های دیگر از جمله ویدیوها را می توانید از صحیفه های رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی تیک تاک و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و ایکس جستجو کنید. شما اینچنین می توانید درباره خبر و گزارش ها و ویدیوهای ما نظر خود را بیان کنید. لطفاً رادیوی آزادی را پیگیری کنید و در تماس باشید. از ما برای امروز همین است. تا دیداری بعدی، خدا نگهبان.